برای من خونشان عسل است، خونشان برای من عسل است. عسل میدانید، نه تنها قلمداد بلکه جایش رسید سرت از تنت جدا خواهیم کرد ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی. ایده فراموش نه. ما گفتم خون متوکل برای خود از عسل کنه بهتر میدونم. برای من خونشان عسل است، خونشان برای من عسل است. عسل میدانید، نه تنها قلمداد بلکه جایش رسید سرت از تنت جدا خواهیم کرد ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی. ایده فراموش نه. ما گفتم خون متوکل برای خود از عسل کنه بهتر میدونم. نه تنها قلمداد بلکه جایش رسید سرت از تنت جدا خواهیم کرد ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی. ایده فراموش نه. خونش میمکیم، همین معنا رو داره و خون ما هم در نزد اینها گویا عسل بوده است. اعوذ بالله. شما خوارج حقیقی، خوارجی که مطابق به همون سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بیان کردن خوارجو کسان همین شما است. شما خروج کردید بر علیه اهل سنت و الجماعت، بر علیه منهجی که در قرآن و سنت آمده، بر علیه علمای ربانی، بر علیه طالبان اهل، بگویم طالب علمان اهل سنت و الجماعت. الله خورتون بکنه. بارک الله فیکم.